دین ما میگه نه ظالم باش نه مظلوم. چرا؟ تحقیقات امروز نشان میده موجودیت ظالم به خاطر آدمای مظلوم است. اگه کسی مظلوم نباشه ظالم خود به خود و تو که سرشانی خود مندازه سفر میکنه میره. خب ما تو گردن پد گرفتیم که اقتدار سر ما چی میشه؟ ظالم میشه. دیده بودین نه؟ ما فلانی فلانه جای هستم، نام عقاب و پلنگ و اینا رو بیخی بد آدم کرده بودن که عقاب فلانه جای هستم. این عقاب فلانه جای ترافیک لط میتونست، ریش سفید لط میتونست، زور گفته میتونست، ستم کرده میتونست و همون تو گردن ما پد هر بدی میکنه سعی چی؟ مظلوم هستیم و او ظالم. و به می خاطر یک چیز همیشه در ذهن من میگرده که ما یک گپ ملامتی دیگه من میترسم در میدان حشر برسیم بگی بر طرف دوزخ بر حالا بر دوزخ یاره وی ما خدا قد ظلم سر ما شد که بگی به خاطر همین میخوایم بریم. تو مظلوم بودی، تو صدایت بلند نکردی، تو از حق دفاع نکردی.